اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان در یک محفل از من سوال کرد که داملا، مادامی که ما کتاب قرآن در دست داریم، مادامی که احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در دست ما هست، پس چی نیازی داریم به تقلید مذهب، به پیروی شخص های معین؟ وقتی سوالش کردم که دادر جان، این فکر عقیده کی در کلیت افتاد؟ از کجا این سخنا را گرفتی؟ گفت یک نفر از همه علمای فارسی زبان افغانستان را گوش کردم، شخصی به دست با نام متوکل، که بسیار ادعاهای سخت میکرده است که مذهب لازم نیست، ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما اجماع داریم، برای ما پیروی و تقلید مذهب هیچ حاجتی نداره. سبحان الله، بسیار متعجب شدم خدا براستی. یعنی ببینه که امروز در افکار مردم ما چی اندیشه های میگردن، چرخ میزنن. یعنی ببینه که به سبب سهلنگاری ما چگونه علاقه مغزشویی جوانای ما شروع شده است. جوانای ما را سعی میکنن که از همین جاده حق، از راه درست منحرف بگردانند و به سوی گمراهی بکشند. از این خاطر تصمیم گرفتم که در موضوع تقلید مذهب، حکم آن در شریعت، قول بزرگا نسبت تقلید مذهبی، یک صحبت با شما داشته باشم برادرای عزیز، زیرا گمان میکنم که این بسیار مهم است، خاصتا در همین روزهای ما. واقعا تقلید به خود قاعده خاصه داره. بزرگا این را وقتی قاعده بندی میکنن در کتب آمده است که التقلید فی اللغة و فی الاصطلاح هو قبول العام قول المجتهد من غیر ان یطلب منه دلیلا علی قوله. اما در اصطلاح علما کلمه تقلید معناش قبول کردن شخص غیر مجتهد قول یک مجتهد رو. وقتی عامی میگیم، غرض از عامی همون شخصی هست که به رتبه اجتهاد نرسیده باشه. قبول کردن قول یک مجتهد بدون طلب کردن دلیل حجت از برای قولش. و فی روایت آخر هو قبول قول المجتهد بلا معرفت دلیل. با روایت دیگر اگر بگیریم، تقلید معنیش تقلید شرعی را در نظر دارم، قبول قول مجتهد به دعوا و جنجال که دلیلش از کجا است، این سخن از کجا گفته استی. واقعا در زندگی مردم نیاز به پیروی دارن، نیاز به تقلید دارن. همه امور دنیوی مونم اگر بگیره، تصور کنه که یک شخص سالهای طولانی مکتب خوانده است، در مکتب عالی تحصیل کرده است، شاید صدها کتاب مطالعه کرده باشد، اگر به شرطی که تا زمان پیروی و تقلید یگان جراح متبحی را نکنه، همراه استاد نباشه، در عملیات جراحی شرکت نکنه، آیا کسی به او اعتماد کرده میتونه که جراحی یگان انسانی را به او وادار بسازه و سپارشش کنه؟ هرگز نه. ده ها و صدها مثال به همین شکل آورده می شود که در امور دنیوی ما حتی نیاز داریم به تقلید دیگران، تا چی رسد به امور شرعی که امور آخرتی ما هست. خدا رحمت و مغفرت کنه عالم شهیر اسلامی خطیب بغدادی را. حضرت میفرماید احکام شریعت از دو نوع عبارت هستند. نوع اول از آنها
برای تمام مسلمانان ضرورتاً دانستنش لازم است. مثلا نمازهای پنجگانه، مثل روزه ماه شریف رمضان، مثل زکات مال برای کسایی که قوت استطاعت دارند، برای کسایی که مالشون به نصاب رسیده است. در این امور اصلا تقلید معنی نداره، درست نیست و کسی هم نمیگه که من به تقلید کارم میکنم. از هر نمازخانه سوال کنی که برای چی نماز میخونی، آیا کسی یوف میشه و بگه با او خاطر میخونم که پدرم میخون یا استادم میخون؟ نه، میگم با او خاطر نماز میخونم که فرض پروردگار است، که رمضان از جانب پروردگار برای امتاش فرض شده است. در این مسئله نیاز به تقلید نیست، تقلید جایز هم نیست. اما نوع دوم مسائل شرعی که عبارت از فروعات هستند، احتیاج بیشتر در این مسائل شخص نیازی بیشتر دارد به تعلیم و به تعلم، که به نظر دقیق، به مطالعه های کامل این مسئله را فرا گرفته نمی شود. سبحان الله. همین مسائل مرکب یست بگذاریم، همین فقط همین نماز ببینیم. از اکثری مردم سوال که فرضهای داخل نماز، واجبات نماز، سنت ها و مستحبات نماز، چیزهایی که نماز فاسد یا مکروه میسازن بیان کنن، کرده نمیتونن. تا زمانی که سوال نکنند مشکلشون آسان نسازن. یا مثلا سجده سهو در کجا واجب میشود؟ ببینید اکثر سوالای میشه در محفل معرکه ها، در نشست ها، در واخری ها، البته از همین موضوع ها هستند که مردم نیاز دارن تا اینکه پرسیده و درک کننده موافق همو عمل نمایند. یا اگر معاملات مثلا شرعی را بگیریم، از قبیل مزاربه، مزارعه، شرکت، اگر تو به زمان به یک عالم مراجعت نکنیم، به یک شخصی عاقل، به یک شخصی که آگاه هست مراجعت نکنیم، مشکلی حیاتی خودمون حل کردن نمیتونیم. خطیب بغدادی تاکید میکند که در چنین امور تقلید البته جایز است بدون هیچ شک و شبهه، حتی در بعضی موردها واجب هم میگردد. و دلیل آن میگوید قول خداوند متعال است در قرآن عظیم شان در سوره نحل که فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی را شما نمیدانید از اهل ذکر، از علما پرسان شوید، سوال کنید و پاسخ جواب خود را گیرید. واقعا اگر به شرطی که فقیه بغدادی تاکید میکنند، اگر به شرطی که میگوید مردم همه برای همه نوع دویم احکام چنگ به کتاب ها زنند، دیگه تمام امور دنیوی همه میموند. زراعت از بین می رود، تجارت از بین می رود، هنرمندی ها از بین می رود. امکانه داره که در یک جامعه همه فقط مسائل شرعی را مطرح کنند، مسائل شرعی را بیاموزند. زانوی حضرت میفرماید آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خود پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نمی عمری تشد بر فنا. یک عالم صرف نحوی عربی، گراماتیک عربی، روز در زورق سوار می شود، اگه باید از دریا گذرد، از شاید دریای دجله باشد، با همون کشتیبان با زورقان مراجعت میکنه که برادر از علم نحو هیچ آگاهی داری؟ بیچاره زورقان علم نحو چی میداند؟ گفت لا. نه. بیچاره گفت نیم عمرت فنا شد، نیم عمرت به بهوده گذشت مادام که تو از نحو آگاهی نداری. زورقان میانه عمر بدست، میگه دل شکسته گشت کشتیبان زیتاب، لیک آن دماند خاموش از جواب. دیگه بیچاره زورقان هم شد، خفه شد، دماغش سوخت، اما به این جاهل چی بگه آخی؟ خاموش ماند. باد کشتی رو به گرداب فکر، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. قدرت خدای تعالی میگه کشتی ناخواست در گرداب افتید. کشتیبان هم زورقان هم به عالم مراجعت کرد، گفت حضرت آبازی کرده میتونی؟
هجدانی آشنا کردن بگو. گفت نه از من تو صباحی مجو. برادر گفت من عالمی صرف نحوم، من اوبوزی را کجا میتونم؟ گفت کل امرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. در اون صورت گفت اگر نیم امری من فنا شده باشه ترا کل امرت فنا شد. خلاص دیگه دستی آب که نداشته باشی غرق میشه. به حضرت مولوی جنبش میکنه که فقه نحو صرف در کم آمد آیده یاری شگرف. آقا هر کدامش در جای خودش است، در مورد خودش باید استفاده شود. هر کسی را بهر کار ساختند، میل آن را در دلش انداختند. خب بیایید به تاریخ اسلام یک نظر افکنیم که آیا امی تقلید وجود داشت در عصر صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عصرهای بعدی آیا کسی تقلید کسی را میکرد یا نه؟ بدون شک و شبهه میکردند. ببینه اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد اهل سنت و الجماعت افضل امت هستند، اعلم ای امت هستند. اما نه هر کس امکان دادن فتوا را داشت. همه که مفتی نبودند در بین اصحاب. عباس لا نأخذ بقولک و ندع قول زید. ای پسر عباس گفتن ما سخن ترا قبول نداریم، ما سخن ترا نمیگیریم، ما به خاطر سخن تو فتوای زید ابن ثابت که با او پیروی و تقلید میکنیم ترک نمیکنیم. یعنی از همین دانسته میشود که همه گروه مردمی که سوال میکردن اینا مقلدای زید ابن ثابت بودن، مشکلاشون نزد زید ابن ثابت حل میکردن. در صحیح بخاری و کتب سنن اربعه آمده است که حضرت ابو موسی اشعری را بار سوالش کردن از مسئله، گفت لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، و اشار الى ابن مسعود. گفت تا زمانی که همین شخصیت بزرگ عالم متبحر یعنی حضرت عبدالله ابن مسعود در میان شما هستی، از من سوال نکنی. حتی در مسند امام احمد اومده است که حضرت گفت لا تسألونی عن شیء ما دام هذا الحبر بین اصحرکم. تا زمان این شخصیت بزرگ در میان شما حیات زنده هست، مسائل شرعی را از من پرسان نکنه، از او پرسان شوی. پس معلوم میگردد که تقلید شخصی، تقلید شرعی در زمان اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت. برای بعضی شد جهل مرکب که بدعت گفتند تقلید مذهب، نمیدونن که این تقلید مذهب به اصحاب نسبتش آید مرتب. نظر کن در کتاب ها و تو بشناس که گویند هذا مذهب ابن عباس. تو یه بار نظر کن. بدون نظر کردن، بدون علم سخنهای هرخیله و مزخرف گفتن کار عاقلا نیست. همو شخصیت هایی که ادعا میکنن شما دلیل نداره، شما حجت نداره، به خدا قسم مطالعه کافی ندارن، نباشه این دعوا را نمیکردن. خداوند بزرگ در قرآن عظیم شان تأکید میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. الآیه. چرا از هر فرقه ایشان یک طایفه برای تعلیم امور دینی و بیم دادن قومشان خارج نمیگردن؟ یعنی بر همه کس این کار کردن نمیتونه. چرا یک گروه خارج نمیشوند تا علم با آموزنده دیگران را تعلیم دهند و مردم در هنگام مشکلات خود حل کردن به اونا رجوع کنند و به اونا رو آرند؟ امام حاکم در کتاب معروف خود المستدرک علی صحیحین در کتاب تفسیرش جایی که تفسیر آیه متبرکه قرآن می آید که خداوند بزرگ می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جایی که همین را تفسیر میکند و شرح میدهد، از شاه مفسرین قرآن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت میکند
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اهل الفقه و الدین الذين يعلمون الناس معاني دينهم یأمرونهم بالمعروف و ینهونهم عن المنکر. یعنی میگه که همه اولوالامر اهل فقه هستند، علمای دین هستند، کسانی هستند که معانی دین برای مردم شرح و توضیح میتن، امر معروف و نهی از منکر میکنن مردم. و حضرت میگه فاوجب الله طاعتهم، خداوند متعال طاعت اینها را برای دیگران واجب گردانده است، واجب گردانده است. فاوجب الله طاعتهم. گروه های سلفی و غیر مقلد اینا دعوا میکنن، حتی بعضی ها وقتی که حجت دلیل مطرح شوه میگن که این حدیث شما میگن این حدیث مرسل است، مقصد که حدیث قطع شدگی ای، زیرا که یکی از راوی های حدیث همونه که از عبدالله ابن عباس روایت آورده است، علی ابن ابی طلحه، اگر چند ثقه بود اما حضرت عبدالله ابن عباس ندیده بود، ملاقات بینشون واقع شدگی نبود. در صورتی که کسایی که از مصطلح الحدیث آگاه هستند خبر دارن میدانند که نزد اکثری علمای علم حدیث خاصتا در مذهب امام اعظم ابو حنیفه و در مذهب امام مالک رحمهم الله تعالی حدیث مرسل اگر مرسل ثقه باشه قبول است، محتج بهی است، هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره. حضرت خداوندی در قرآن تاکید میکند فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به صیغه امر از اهل ذکر از علما پرسان شوید، سوال کنید مسائلی را که نمیدونید. ببینید امر کرده است که چیزی را نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید، پرسان شوید. آخه هر کس خدای تعالی این امکانیت نداده است که مسائل نازک حل فصل کنه. زی جمله عالمان چارذات قدسی که روحشان با ملائک داشت انسه، شریعت نزدشان علم الیقین بود، طریقتشان بدل حق الیقین بود. همان چار نور مالک بود و احمد، به سوم شافعی نامش محمد، چهارم ابن ثابت نام نعمان که علم داشت همچون بحر عمان. ببینه از میان ملت اسلامی در عصرهای بعد صحابه خدای تعالی مردای را برانگیخت که برای تسهیل سبو گرداندن مسلمانان در امور دینی همه مذهب ها را مطرح کردن، پیشنهاد کردن، اصول استنباط احکام از ادله های شرعی طرحریزی نمودند برای ما و شما بیان ساختند. یعنی همین چهار مذهب حقه که پیروی یکی از همین مذاهب برای مسلمان ها واجب است. اکنون بیایید ببینیم آیا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ اشاره هست برای اون که تقلید شرعی جایز هست یا نیست؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث هم امام حاکم در المستدرک علی صحیحین آورده است و تصحیح نموده است و امام ذهبی در تلخیص خود با او موافقت میکند. راوی حدیث حضرت حذیفه ابن یمان است که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر واهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن ام عبد. بعد از من شما پیروی و تقلید ابوبکر و عمر را کنید و از هدایت عمار استفاده برید و چنگ به عهد فتاوای عبدالله ابن مسعود بزنید. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم شخصیتایی را که امکان فتوا گفتن داشتند، امکان هدایت ارشادی مردم داشتند، برای ما و شما بیان ساخته است. باز که در عالم اسلام مجتهدان وجود ندارند، زیرا کاری هر کس نیست، آخه کاری هر بز نیست خیرمن کوفتن، گاوی نر میباید مردی کهن. وقتی همون جوان نامی همون عالم افغان شخصی بود از با نام عبیدالله متوکل برای من بیان کرد، خدا و راستی من او قدر همی
майли рағбат ҳами гӯш кардани ҳами чизоро надорам, вақт ҳам надорам, вақт ман кофӣ неста ки ҳами чизоро назар кунам. як шогирда пурсидам, гуфтам ҳамо убайдуллои мутаваккил чӣ кас аст, ягон суҳбатша барои ман бигзор. аз ютуб як суҳбатша пайдо кард, дар масъалаи ҳами тақлиди шаръӣ будааст ки тақлиди шаръӣ бидъат аст, дуруст нест. ҳар қадоми моро худои таоло ақл додааст, илм додааст, мо бояд ҳақиқати воқеиро худмон дарк кунему, пайдо кунему, аз рӯю амал кунем. ҳамин мутаваккил оё ҳамун шурути иҷтиҳод дар вуҷудаш ҳаст? қасам ба аллоҳ ки нестай. ин бечора худаш як муқаллид аст, як муқаллиди хишки холӣ аст. ин муқаллиди ибни боз аст, муқаллиди ибни усаймин аст, муқаллиди албонӣ аст. ё хабар надорад, ё хича ба нодонӣ мезанад. ҷузъитарин масоили шаръиро гумон мекунам ки ҳами ақлш намегирам, намефаҳмам. аҷиб мардуме ҳастанд. این کاری آسان است که با عقل خودم و با علم خودم من میکوبم و حقیقت در مییابم. اما هنگام گوش کردن صحبت امو شخص، امو متوکل، یک دلیل عقل میخواهد برای رد کردن قول کسایی که میگن که تقلید مذهبی واجب است مطرح ساخته است که این سخنهای همون شخص است. میگوید مأمون رشید حضرت مالک ابن انس امام اهل سنت و الجماعت نزدش دعوت کرده، گفت که همین موطئ را انتشار میتیم در تمام خلافت و من بعد همه مردم ملتزم به آن میدونیم که موافق هم عمل کنند. و مالک ابن انس او را منع کرد که نه، قول من شاید درست باشد، شاید خطا باشد. ببینید چه حیله و نیرنگایی میکنن. اولا ببینید در یک چیزی عادی، یک چیزی که گمان میکنم که بسیار ساده و عادی است، خطا میکنه از برای خدا. جای خلیفه المنصور نام مأمون رشید گفته است. بین خلیفه دیم عباسی المنصور و مأمون رشید که خلیفه هفتم عباسی است 5 خلیفه دیگر گذشته است از برای خدا. در زمانی که مأمون رشید خلیفه بود، امام مالک رضی الله تعالی عنه در قید حیات نبود. اوتیت چیزا که عادی تاریخی را نمیدونی، ترا چی و این ادعای ابلهانت برای چی؟ از خدا بترسه، ظلم نکنه، مردم در گمراهی نکشه. خداوند به هر کسی را میسر نمیگردونه. ما انشالله درباره اجتهاد، شرط های اجتهاد سعی میکنم که در صحبت دیگرم با شما یک اندیشرانی کنم که همون شروط اجتهاد چند نوع میشوند، از چه عبارت هستند و اقوال بزرگای اسلام نسبت تقلید مذهب، تقلید یکی از همین مذاهب اربعه. یکی از مذاهب، همش در یک جایگی نه، ما این 4 مذهب حق میدونیم، اما در هر ملک، در هر سرزمین، هر مذهب از همین مذهب های 4 گانه مروج باشد، تقلید پیروی همون مذهب برای مردمی که در اوج زندگی میکنند به حد اجتهاد نرسیدند واجب است. انشالله در همین موضوع در صحبت آیندم با شما کوشش میکنم که یک رد بدل داشته باشیم. در آخر طبق عادت همیشه انشالله از مثنوی معنوی یک قصه را براتون مطالعه میکنم و به خدا حافظی میکنیم. حضرت میفرماید موشک بر کف مهاری اشتر، در ربود و شد روان او از میری. اشتر از چستی که با او شد روان، موش غره شد که هستن پهلوان. یک موشک میگه یک روز میآید که یک اشتر خواب است، اما مهارش در دهنش بستگی بود، مقصد استراحت داره. سری مهار گرفت، سری همو بندی اشتر گرفته کشید به دندانش. از بس که شتری کاروانگرد، شتری چست چالاک بود، به هم یک گیمو اشاره از جاش قایم شد، خشته از قفای موش حرکت کردن گرفت. این موشک خیال کرد که من با قوه بازوم و با توانایی خودم همین شتر کشیده آورده استم. موش پیش شتر قفا آمده استیان تا رسیدم بر لب جوی بزرگ.
کندران گشتی ستو هر شیر و گرگ. اومدن که یک نهری آب میگذشته است از پیشون. موش آنجا ایستاد و خوش گشت. گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت، پا بینه مردانه اندر جو درو. وقتی که موش قرار گرفت، شتر گفت که ای برادر، در بین ره نبیست، جوانمرد دمیان ره نمیسته، حرکت که تو قلاووزی و پیشاهنگ من در میان ره مباشه، تن مزن. آخه تو دعوای پیشوایی کردستی، دعوای رهبری کردستی، در اینجا چیست؟ تو ده حرکت کن. گفت این آبی شگرف است و عمیق، من همه ترسم زی غرق ای رفیق. موشا گفت همه آبی کلان میترسم که آب میشوم میبرم، غرق میشم. گفت اشتر تا ببینم حدی آب، پا در آن بنهاد آن اشتر شتاب. گفت تا زانوست آب ای کورموش، از چه حیران گشتی و رفتی زی هوش؟ شتر گفت کو ببینم آب چنقه چه قرای. در اون نهری آب در اومد. گفت ای کورموش چی تلخت کفید؟ اوخی آب خیلی به زانو را میرسه. گفت موری توست ما را اژدهاست، کی زی زانو تا به زانو فرق هاست. موش گفت آخی خدا جان تماس کنه که تو زانو تا به زانوی ما قیاس میکنی. گر تو را تا زانو است ای پرهنر، مرمر و 100 گز گذشت از فرقی سر. او چیزی که تو را به زانوت میرسه، آخی از مرا 100 گز پناه میکنه، تای او میمونم. گفت گستاخی مکن باری دیگر، تا نسوزد جسم جانت از شرر. گفت همو که هنر داری گستاخی نکه، عقلکی نکه. تو میری با مثل خود موشان بکن، با شتر مرموش را نبود سخن. آخی تو در پیش مثل خودت موشا کتگی که، در پیش شتر موش چی و گپش چی؟ انسی تو را گوش کن خاموش باش، گر زبانی حق نگشتی گوش باش. همین شخصای ادعا میکنن، به خدا قسم سوادی کافی ندارن. این را ببینه، المنصور از مأمون فرق نمیکنه، دعوا میکنه که هر چیزی لازم اون باشه من از کتاب خدا و از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم پیداش میکنم. قسم به الله همه عالمای بسیار بزرگ و عالمایی که شهرت دارن، اگر تفسیر را پیشو بکشی قرآن نمیفهمن. اگر همیش شرحای حدیث را از پیشو بگیری بوی نمیبرن. خداوند بزرگ هدایتشون کنه و گفتن راه حق در زبانشان جاری بگردانه و پروردگار امتان محمد صلی الله علیه و سلم هم از این شور و فتنه ها، از این حیله و نیرنگ های دشمنان دین در پناه امن و عصمتش محفوظ دارد. و آخر دعوانا